میگن وقتی که میمیری داستان زندگی تمام میشه، اما به نظر من داستان زندگی هر انسانی نه آغازی داره و نه پایان. مثل تولد، مثل مرگ. داستان تخم مرغای منم همین شکلیه. اونا تصمیم به شکستن گرفتن، اما نمیدونن. برگ رضایت بقیه خانواده. ببخشید الان پیدا شد. گفتی بازیگری دیگه؟ آره. تو این 5 سال هیچ فعالیتی نداشتی؟ اثری چیزی؟ نتونستی یا نذاشتی؟ شما از کدوم بخشی؟ مادران. خب پس میدونی اینجا که تخم مرغ سرو میشه و خوردن اون یعنی اعلام و تاییدیه آخر از طرف شما. فقط اومدم اینجا این تانی کثافت رو بدم بهتون برم. یعنی همچین جای واقعیه؟ من باورم نمیشه. آخه ما هر چی دیدیم همش آمپول هوا و طناب دار و قرص و تیغ بوده. کات آقا دستو به آقا. من مطمئنم بالاخره یک شب خیلی قشنگ دور میز شام آخر جمع میشیم و آخرین تخم مرغ‌های زندگیمون رو میخوریم.